به نام خدا، در خدمت دانیال رودسرابی هستیم. رتبه 19 کنکور سراسری 404 رشته ریاضی. سلام دانیال. خوبی؟ خب دانیال، در مورد علت اصلی موفقیت توی کنکور میخوام با هم صحبت کنیم. به نظرت علت اصلی و عامل اصلی موفقیت توی کنکور و چه امتحان نهایی چی بوده و چه چیزی توی آموزشی که داشتی تو مدرسه، حالا یا تو تحصیلت تو دوران دبیرستان، اون از همه به نظرت پررنگ‌تر بوده و به نظرت اون از همه بیشتر باعث موفقیتت شده؟ خب راستش شاید راز موفقیت من بیشتر اگه بخوام بگم خیلی چیزا بود، یعنی خیلی مؤلفه ها هست مثل خانواده، حالا مدرسه، رفیقا، ولی اصلی ترینش این بود که خب مثلا من از دهم 11ام کلا یکم علاقه به درس داشتم و درس‌ها رو مفهوم میرفتم جلو. مثلا درس‌های مثل حسابان، هندسه که تحلیل دارن، مثلا یه سوالو بعد چند روز یا یه هفته فکر کنی راجبشو، واقعا وقت میذاشتم و فکر میکردم، علاقه‌شو داشتم که این حالا تو 12ام کمکم کرد که باعث شد مفهومی بلد باشم. این مفهومی یعنی چی؟ یعنی قدرت تحلیل مسئلت بالا بره، یه جوری بفهمی مثلا مسئله چی میخواد، سوال چی میخواد، و همین قدرت تحلیل مغزت خود به خود با تمرین بالا میره یه جوری. تعداد تمرین بوده یا نه روی تعداد محدودی تمرین کلی وقت گذاشتی که ذهنت مثلا ورزیده تر بوده؟ چون من معلم هندسه بودم، حسابان 11ام حسابان 12ام بودم، یه خاطراتی ازت دارم که مثلا بهت میگفتم دانش آموز استاندارد، یعنی یه سوال بهتون میدادیم که حتی سوالی بوده که برای عموم بچه‌ها نبوده، تو میرفتی حل میکردی میآوردی. اینا رو چقدر روش وقت میذاشتی؟ اون 4-5 تا سوالی که واقعا سوالای جدی بودن و بعد به نتیجه میرسوندی، اینا رو وقت میذاشتی یا نه میگفتی وقت ندارم، میرفتی سوالای عادی رو تعداد بیشتری ازش حل میکردی؟ نه، من صرفا همین بیشتر روی این سوالا وقت میذاشتم، بیشتر روی نقاط ضعفم وقت میذاشتم. یه جوری مثلا همین سوال اینجوری نبود که تیپ سوال زیاد حل کنم یا تعداد سوال بالا حل کنم، بیشتر سوالا رو حل میکردم که هم مفهومی بود و لذت میبردم از حل کردنش و باعث میشد که مثلا یه سوال چندین تا نکته بهم یاد میداد، از جاهای مختلف سوال قشنگ چند تا نکته یاد میگرفتی، بعداً کمکت میکرد توی سوالای مختلف. اینطوری بود. یعنی یه سوال خودش چی میگن مادر 100 تا سوال بوده دیگه. آره سوالای مفهومی و سخت یه جوری اینطوری میشه. هیچ سوالی که ذهنتو مشغول میکرد و ول نمیکردی؟ آره تقریبا دیگه، تا جایی که یه جوری لطمم نزنه به درسم دیگه، یعنی حالا اون درسای روتین رو پیش برم و حالا این سوالا رو هم ادامه بدم. اینطوری هم نباشه که مثلا یه سوالی که واقعا شاید هیچ جا به کارم نیاد و برم وقت بذارم روش، نه اینجوری هم نبود. خودم یه جوری با فیلتر خودم تشخیص میدادم کدوم سوال نیازه و کمکم میکنه، اون رو انتخاب میکردم، میرفتم حل میکردم. من یه سوال ازت بپرسم، هر کدوم این چیزایی که ازت میپرسم بگو چقدر تأثیر داشته تو کارت. مثلا کم، زیاد، خیلی، مثلا منظورم تو جوابای این شکلیه. خانواده خیلی زیاد نیست، خیلی. مدرسه خیلی متوسط به بالا. اگر مدرسه ضعیفتری بود نتیجت همین میشد یا فکر میکردی نمیشد؟ نه نمیشد. نه علتش همون آموزش مفهومی است که آره این خیلی شاید جای دیگه نبود تو مدارس غیر سمپات، شاید این آموزش غیر مفهومی وجود نداشت. دوستان خیلی تاثیر دارن. من کم داشتم واسه همون اون مؤلفه رو نداشتم. دوستات کم بودن؟ آره یه جوری. چرا؟ ولی بعضی از بچه‌ها یادمه که میومدن ازت سوال میپرسیدن و خب آره، ولی دوست صمیمی نبودن. آره کم بودن خیلی. تأثیرش خیلیه به نظرت که تو از نعمتش محروم بودی؟ دقیقاً آره. دوست صمیمی چند تا داشتی؟ که هنوزم باش؟ خیلی کم نبودن، ولی مثلا 3-4 تا دوست صمیمی خیلیه ها. نه خیلی بد گفتم، شاید یکی یا نه 2 تا دوست صمیمی داشتم، ولی خب اینجوری نبود که بقیه دوستم نباشن، بقیه هم دوستم بودن، مثلا 60-70-80%، ولی خب صمیمی نبودن اونطوری. مشاور کنکور چی؟
مشاور کنکور چقدر تاثیر داشت؟ شما یعنی من مشاورت من بودم. آقای شریفی هم نه آقای شریفی نرفته پیشش اصلا؟ نه من خیلی پام به مشاور فکرم باز نشد، یه چند باری باز شد ولی اونقدر حالا نمیگم بد بود یا خوب، صرفا من چون پام باز نشد خیلی نمیتونم الان نظر بدم راجع به مشاوره. برنامه ریزی مرتب منظم ساختار آموزشی چی که مدرسه داشته؟ اینم خیلی تو خودسر برنامه ریزی یا با هم برنامه آموزشی هماهنگ بودی؟ من هم با برنامه آموزشی یه جوری کامل چند درصد هماهنگ بودی؟ تقریبا 100%. تا روز آخر کنکور؟ آره از 10 تا 12. واقعا من یه توصیه که به همه بچه‌ها میکنم اینه که یه برنامه حتی بد رو اگر حفظ کنن و عمل کنن خیلی بهتره که 10 تا برنامه رو برن تست کنن. واقعا من تقریبا با همه رتبه برترها که صحبت میکنم این خیلی توشون پررنگه. رتبه برتری که آدمی بوده که با هر سیستمی چه خوب و بد هماهنگ شده ولی یه برنامه مرتب منظم انجام داده اومده جلو. خب دیگه چی؟ خودم میخوایم بگم مثلا آرامش ذهن مثلا یا تفریح اینا خیلی مهم بودن. تفریح، استراحت، تفریح ولی حساب شده داشتی هم آره، استراحت هم تفریح. آره بعضی موقع هم شده که مثلا 2 روز درس نخونی؟ یعنی اینکه حسم نکشه درس نخونم نه، کم پیش اومده چون اون استراحت‌های حساب شده رو داشتم کم میشد که یهود. روزی چند ساعت درس میخوندی؟ میانگین تو سال 12 روزای تعطیل که مثلا کلاس نبود 8 ساعت دیگه خیلی تلاش می‌کردم 9 ساعت. روزای غیر 8 تعطیل؟ ساعت غیر تعطیل که مثلا مدرسه بود تا ساعت 2 از ساعت 4 تا 9 تقریبا میشه 5 ساعت، حالا 4 ساعت مفید. سال 10 چند تا تست رو هم زدی؟ 10 هیچی، صفر. هیچی نزدی؟ اصلا واقعا هم اینطور بوده چون دانیال شاگردم بوده هیچی تست نداره. این پس بعضی از دانش آموزا بدون تست میتونن رتبه 19 بشن. حالا مثلا احسان هم نزده بود، احسان 3 شد، هیچی نزده بود. ولی فکر کنم تو سال 12 از همه اونایی که تو 10 کلی تست زدن بیشتر زدی تست. چند تا آزمون کنکور جامعه زدی؟ عددش دستم نیست، حالا شاید بعد از این چند تا زدی؟ 70-80 تا میل کنه. 70-80 تا زدی دیگه. آره ولی نه من اونقدر بازم آدم میشناسم که خیلی بیشتر از من تست زدن ولی رتبهشون بدتر شده. حالا نه لزومنم، حالا شاید، ولی نه بستگی با آدمش داره واقعا. یه سری‌ها واقعا با تست میتونن جلو برن، یادگیریشون اتفاق میفته. من اصلا اونطوری نه. مثلا یکی اشتباهات اینه که بچه‌ها خیلی فکر میکنن یه راه حل دانش آموز داره. مثلا دانیال تیپ شخصیتی مفهومگرای عمیق بوده، بعضی اصلا نمیتونن انقدر مفهومگرای عمیق باشن. بدون که یه سوالو عمیق فکر کرده باشه نمیتونه سوال بعدی رو بره بهش، ولی همون یه سوال 100 تا سوال از نظرش مشکلش رو حل کرده. یه نکته آخر، تو یه نکته خیلی مثبتی داشتی توی نوشتن جزوه. این چی بوده که همه چی رو با دقت تو کلاس، حتی تو سال 10 11 12 همه چی رو با دقت، بعداً به همه اینا هم رجوع می‌کردی؟ یعنی بعضی موقع لج منو در می آوردی که آقا برو 4 تا تست بزن. هی می اومدی میگفتی مثلا این تابع مثلا چون اکیداً سعودی شده 1 به 1، این چی بود علتش مثلا؟ حالا شوخی می‌کنم، سوال آسونی بوده ولی موارد این چنینی. خب دید من کلا این بود از 10 تا 12 که البته بیشتر تا 11 که هر چی که استاد تو کلاس میگه خب قرار از همون هم امتحان بگیره دیگه. سر همین من سر کلاس کامل گوشم با استاد بود، یعنی به چه میدونم حاشیه‌های کلاس و یه وقت جوکی میپرید و اینا خیلی توجه می‌کردم. تمرکزم خیلی رو استاد بود، کامل جزوه مینوشتم از ریزترین چیزا و همینم جواب بود برام، یعنی نمره خوبی میگرفتم که صرفا فقط جزوه استاد و همون چیزایی که تو کلاس گفته رو میخوندم، حالا با تحلیل. و حالا اگرم یه وقت یه چیزی پیش میومد که بلد نبودم یا تو جزوه‌ام نبود، مخصوصا توی سال 12 خیلی اینطوریه چون تستای جدید میزنی، اصلا یه سری چیز هست تا حالا کار نکردی اونا رو توی دفتر برای خودت مینویسی و هر سری که یادت رفت یه مرور می‌کنی. یه چیزایی برای خودت داشتی هی به اونا مراجعه کردی، یه دفتر دستکی داشتی میرفتی ورق می‌زدی اینجا. آره مثلا تو تستا مثلا صوتی بچه‌ها زیاد میدن سر سرعت و اینجور چیزا. من حتی برای صوتیام هم مثلا بعضی وقتا چند بار تکرار میشد، مثلا اونا رو مینوشتم میدم
این مثلا فلان چیزو چه میدونم فلان بار یه چیزی تو شیمی رو همیشه سوتی میدم. خب اینو مینوشتم، بعد قبل امتحانا نگاه میکردم دیگه چشمی، همون کمکم میکرد. یادم میومد که مثلا چیا رو سوتی میدم، مثلا تو آزمون بیشتر حواسم بود. آره این چیزایی که سوتی میدن و تونستی به دست بیاری. خب حرف آخرت. حرف آخرم اینه که همون به استراحتتون خیلی اهمیت بدین، که خیلی اگه فشار حالا باید بیارین تو این سالهای مهم زندگیتون، ولی یه جوری باشه که استراحتتون هم حساب شده باشه، که اون فشاری که میارین بازدهیش بالا باشه. یعنی اینطوری نباشه که از جاده برین بیرون خسته شین مثلا کم بیارین. اون استراحت حساب شدن باشه، حالا حتی یه زیاد شد کم شد اشکال نداره. و کلا تو این سال کنکور به سلامت روانتون خیلی اهمیت بدین. خیلی چیز مهمیه، حالا با چه میدونم با وقت گذروندن با خانواده، چه میدونم مدیتیشن کردن، رفتن این ور اون ور، کلا سلامت روانتون رو سعی کنین خوب نگه دارین. اینو من بعد کنکور اینو متوجه شدم که اگه سلامت روانم بهتر می بود چقدر بهتر بود. خیلی بعضیا فکر میکنن هرچی بیشتر درس بخونن، پرتر درس بخونن، اوضاعشون بهتر میشه. در صورتی که یک دانش آموز برای اینکه تو کنکور موفق بشه لازم داره خوب درس بخونه، ساعت مطالعاتی خوب داشته باشه، خوب تفریح کنه و خوب استراحت کنه. هر کدوم از این آیتم ها رو نداشته باشه یه جوری احساس کمبود میکنه. حالا این موضوع روانی خیلی نکته مهم و این بود. یه جمله‌ام رو به دوربین خطاب به مادرت بگو به عنوان آخرین مطلب، چون میدونم مادرت خیلی نقش داشته و خیلی برات زحمت کشیده. یه جمله‌ام خطاب به مادرت. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازت که این 3 سال منو تحمل کردی. خب این 3 سال یه جوری منو به خیال خودم گذاشتی، اعتماد کردی بهم که خودم میتونم از پس خودم بر بیام، راهو پیدا کنم. این خیلی کمکم کرد که استرسم کمتر شه. مرسی.